الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء الذي أرسله الله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العظيم. قال الله تعالى في مقام آخر: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا رب صل وسلم دائما أبدا، يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حضار بسیار عزیز و گرامی، مردم غیور و مهمان نواز مرکز استان، مردم زاهدان، تبریک میگویم این مجلس و محفل عظیم و فراگیر که مشتمل بر غالب مردم استانهای کشور هست. از نقطه نقطه کشور امروز در این مجلس عزیزان مهمان تشریف فرما هستند، اعم از برادران و خواهران و اقشار مختلف. و می شود گفت که این یک نماد وحدت عملی است در کشور که هم این محفل
در این محفل نماینده مقام معظم رهبری آیت الله سلیمانی که نماینده رهبر بود تشریف فرما بود و سخنرانی فرمود. استاندار محبوب استان سیستان و بلوچستان جناب دکتر هاشمی که نماینده دولت و نماینده رئیس جمهور آقای دکتر روحانی بود، در این جلسه حضور پیدا کرد با مدیرانش و سخنرانی داشت. نماینده مجمع تقریب مذاهب حضور داشتند. سیاسیون و امنیتی ها، انتظامی و سیاسیون حضور دارند. علمای استان و از تمام استانهای کشور علما و مفتیها و ائمه جمعه و جماعات و شخصیت‌های بارز حضور پیدا کردند که به بعضی وقت داده شد و همه ما استفاده کردیم. سران اقوام و طوائف، سرداران، منفذین، دانشگاهیان و تحصیل کردگان و ناشرین، همه و همه اقشار الحمدلله حضور پررنگی دارنده و آنچه که برای امت اسلام در عصر حاضر لازم است همین بود که سخنرانان محترم فرمودند اتحاد و یک پارچگی است. در عصر حاضر این نسخه لازم هست برای پیشرفت و ترقی و عزتمند شدن امت اسلام. اسلام دین عزت، اسلام دین کرامت، اسلام دین اخوت، اسلام دین همدلی، اسلام دین برابری و مساوات و عدالت است و ما جای دارد که تشکر بکنیم و خدا را شکر بکنیم بر نعمت وجود حضرت شیخ الاسلام حفظه الله تعالی و علمای زاهدان، مدرسین دارالعلوم زاهدان و مردم زاهدان که میزبانی همچنین مجلس و محفل ارزشمندی را عهده‌دار هستند و الله تعالی به ایشون این ظرفیت را عطا کرده و داده. این نعمت را خدا برای همه ما مستدام نگه دارد و پر رونق بفرماید و این مرکز دین را از جمیع آفات و بلیات محفوظ نگه دارد و جمیع مراکز دینی و اسلامی را. با آنچه که الان بحث بر اینه که این اتحاد و وحدت از کجا پیدا می شود، مواد این وحدت چیست، دنبال مواد وحدت برویم. چه چیزی این تفرق را مواد وحدت برویم، چه چیزی این تفرق را و این فاصله ها را بر می دارد و امت را بر صراط مستقیم که در هر رکعت نماز می خوانیم اهدنا الصراط المستقیم، این را بررسی بکنیم و مرور کنیم. درود شریفی بخوانید. جناب دکتر که کنار حضرت شیخ الاسلام هاشمی خیلی جالب آمار پیشرفت اسلام را در دنیا مطرح کردند
اما من میخوام این عرض را اضافه بکنم که راه ما به جلو خیلی طولانی است و ما هنوز رسیدن به مقصد خیلی فاصله داریم، خیلی عقب ماندگی داریم. اسلامی که در دور خلفای راشدین به حد و مرزی رسیده، ما هنوز به آنجا نرسیده ایم. خوشحالیم از این نویده ها و از این بشارت ها، خوشحالیم، ولی میخوام این را عرض بکنم که به این نباید به این خودمون را راضی بکنیم و بگیم که ما حق امت را ادا کرده ایم. سفر خیلی طولانی است، مقصد خیلی عظیمه. رسیدن به مقصد و هدف هنوز هزینه دارد. باید امت اسلام هزینه کند تا به مقصد برسد. الله تعالی ما را برای خدمت دین اسلام قبول بفرماید، ما را از همانان بگرداند که ما مایه سربلندی اسلام بشویم، نه سر شکستگی و تنزل. با اعمال، با جان، با مال باید اینقدر تلاش کنیم که ما هم فردا به عنوان خادمان اسلام و حامیان واقعی اسلام به پیش پروردگار جلوی محمد رسول الله و یاران جانفشان و جان نثار حاضر بشیم، آنجا سربلند باشیم، بگوییم ما هم به نوبت خود و در زمان خود بهره گرفتیم، جان دادیم، وقت دادیم، مال دادیم، زحمت کشیدیم و غافل ننشستیم و بیخبر نماندیم. وقت چون محدوده، من هم آخرین نفر و عزیزان که الان در حال تحرک هستند، جابجایی هستند، درود شریفی بخوانی. بله، نسخه اتحاد امت در 3 چیز خلاصه می شود. در درجه اول در توحید الله، در یکتا پرستی الله، در بندگی الله، از عبدیت مخلوق بیرون آمدن و عبدالله شدن، عبد خالق شدن و عبد ذاتی که کائنات را و ما را خلق کرده بشویم. یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. یا ایها الناس، خطاب به عرب نیست، خطاب به عجم نیست، خطاب به اهل فارس نیست، اهل روم نیست. یا ایها الناس، قرآن نسخه عالمی، نسخه جهانی، نسخه بشری، نسخه که برای تمام عصر و قرون پیشنهاد شده، نسخه است که برای هر ملت و قومی وسیله نجات. یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. انسان ها، تنها بپرستید اون ذاتی را که شما را خلق کرده. خالق شماست، خالق آسمان و زمین، خالق تمام کائنات. در این صفت واحد لا شریک، در وصف خالقیت یگانه و یکتا. شما کسی دیگری را نمی آورید که در او
در این صفت شریک باشه. ارونی ماذا خلقوا من الارض، سوره احقاف. قل ارأيتم ما تدعون من دون الله اروني ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا او اثارة من علم ان كنتم صادقين. قل ارأيتم ما تدعون من دون الله، بگو ای پیغمبر اینهایی که غیر خدا را میپرستند، ارأیتم ما تدعون من دون الله ارونی ماذا خلقوا من الارض، نشان بدهید چه حصه پیدا کردن از زمین. از زمین چه حصه را پیدا کردن؟ کدام زمین را پیدا کردن؟ زمین عرب را پیدا کردن، زمین عجم را پیدا کردن، آسمانی را پیدا کردن، زمین را پیدا کردن، انسانی را پیدا کردن، یا هستک بر آنها شرکتی، نوع دخالتی، نوع همکاری و تعاونی؟ اگر جواب منفیه پس اللہ تعالی می فرماید سبحان الله ارونی ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرک فی ایتونی بکتاب من قبل هذا، بیارید از کتب سابقه دلیلی بر این که غیر الله شرکتی داشتن، او اثارت من علم، یا قولی از علمای سابقین، ان کنتم صادقین، اگر واقعا شما راست میگویید که غیر از خدا دیگر قابل عبادته. ها کسی نیامد که جواب بدهد. پس اولین ماده وحدت امت اسلام این است که ما در پرستش الله تعالی بیاییم همه و همه اون آیه بین المللی که جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم برای اسقف و علمای اهل کتاب نوشت، تعالوا الى کلمة سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله. تعالوا الى کلمة مسیحیت و یهودیت و مجوسیت و کمونیست های دنیا، عالم دنیا، مذهبیون، اهل کتاب و غیر مذهبیون، دهری ها، همه این دعوت به آنها داده می شود که تنها رب را بیایید بپرستید و این تا قیامت این دعوت باقی است و این اولین نسخه وحدت امت اسلامه. دو، من خلاصه می کنم که وقتم هم محدوده. دومین نسخه وحدت امت اسلام محمد رسول الله، محمد رسول الله. قل یا ایها الناس، اینجا هم یا ایها الناس، قل یا ایها الناس انی رسول الله الیکم جمیعا. ای پیغمبر اعلان کن یا ایها الناس، ای انسانیت، انی رسول الله، من قاصد اللهم برای نجات شما نسخه آوردم. من قاصد اللهم نسخه های نجات، سعادت و سربلندی شما در دنیا و در آخرت با من است. بیای از من نسخه بگیری.
از من نسخه بگیری. الله اکبر. نسخه های سربلندی و عزت با محمد رسول الله هند. محمد رسول الله از الله گرفت و وقتی که فتح مکه شد رسول الله صلی الله علیه وسلم اعلان کرد. بعضی فکر میکردن که الان که محمد آمده صلی الله علیه وسلم سرداری از ما گرفته شد و عزت از ما گرفته شد. حضرت صلی الله علیه وسلم فرمود سرداران عرب، سرداران قوم و ملت، نگران نباشید. خیارکم فی الجاهلیه خیارکم فی الاسلام اذا فقهوا. عزتمندان شما در جاهلیت عزتمندن در اسلام به شرط فهم دین، به شرط این که شما دین را در خود بیاورید، خدا پرستی و یک تا پرستی او را اختیار بکنید و احکام اسلام و شریعت اسلام را بپذیرید. اسلام آمده که به شما عزت بدهد، کرامت بدهد و شما را بالا ببرد. الله اکبر. دو، رسول صلی الله علیه وسلم دومین عامل وحدت امت اسلامه که این کلمه امت اسلام قرار گرفته اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و اشهد ان محمدا عبده و رسوله. لا اله الا الله که به این تریبون نوشته این نسخه وحدته. لا اله الا الله محمد رسول الله این نسخه اتحاد و اخوت و یک پارچگی حقیقی امت انسانیت ہے. انسانیت ہے. سه، کتاب الله، الله، رسول الله، کتاب الله. کتاب الله، کتاب الله، قرآن عظیم الشان در سوره یونس آمده. یا ایها الناس، اینجا هم ناسه. یا ایها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. یا ایها الناس، ای انسانیت، ای عالم انسانیت، قد جاءتكم موعظة من ربكم، این واعظ آمده، این شفای بیماری های روحانی، شفا و درمان و علاج جسمانی شما، این نسخه علاج قساوت های قلبی و زلالت و تاریکی ها که در عقیده و عمل داشته اید آمده است که شما را از بیماری دور کند و سلامتی ببخشد. دین سلامت، دین امنیت، دین عزت اسلام است. ما پیام میدهیم به اروپایی ها، ما پیام میدهیم به آمریکایی ها، ما پیام میدهیم از این تریبون
ارزشمند مدرسه دارالعلوم زاهدان مکی به جهان این دعوت را اعلان می کنیم: ای انسانیت، ای عالم بشریت، این قرآن، دین اسلام، قرآن که نصاب درسی امت اسلام هست، این آمده که سلامتی روحی، فکری، جسمی، اجتماعی به شما بدهد و از جمیع فروپاشی های اخلاقی و اعتقادی و عملی شما را بیرون کند و انسانهای واراسته بگرداند. ای بیچاره ها، ای انسانهای بیخبر و غافل، والله شما خبر ندارید که این چه نسخه است. شما شیرینی و حلاوتش را نچشیده اید. شما بیایید آزمایش بکنید، شما بیایید امتحان کنید این نسخه را، شما استفاده بکنید. امروز که رسانه های اسلامی گسترده و فراوانند، شما استفاده کنید از این موقع، از این فرصت و زمان را از دست ندهید. والله به کرامت خواهید رسید، به عزت خواهید رسید. این که الان پدر با فرزند دشمنه، این که همسر از شوهر سرپیچی می کند و عفت و پاکی ندارد و جایگاه و کرامت شوهر وجود ندارد، کرامت و جایگاه پدر و مادر وجود ندارد، بیایید از این نسخه استفاده بکنید. بیایید از این معاملات ناهنجار و ورشکستگی ربا بیرون بیایید و نسخه قرآن را استفاده کنید که گفته احل الله البیع و حرم الربا. بیایید نسخه قرآن را استفاده کنید گفته لا تقربوا الزنا. بیایید نسخه قرآن را استفاده کنید که گفته اقیموا الصلاة. نسخه قرآن را استفاده بکنید که فرموده اقیمنا الصلاة، خواهران را گفته. والله این چه نسخه فراگیر نمی شود که من عنوانها را عرض کنم اینجا. بیایید این شعار را عوض کنید، اسلام هراسی را به اسلام گرایی تبدیل کنید، قرآن هراسی را به قرآن خواندن و استقبال از قرآن عوض بکنید. بیایید چطور به کجا میرسید؟ والله فکرهای شما مسخ شدن و شما در زندگی میگویید ما پیش رفته هستیم. والله که شما عقب مانده اید. تا شما به قرآن چنگ نزنیده، شما در عقب ماندگی کلی انسانیت و بشریت وجود دارید. پیش رفتگی و ارزش شما در قرآن. من یک نمونه را از عنوان من و عرض من که به من داده شده درباره قرآن بود، گرچه یک عزیز و حاجی از من خواسته بود که شما در یک موضوع خاص درباره ارزش وقف در اسلام صحبت بکنید که انشالله یک جمله خواهم گفت در پایان. ولی من در مدرسه گشت به فرصتی که داشتم یک نمونه را عرض کردم از تأثیر قرآن و آن این بود که فاروق اعظم را از اون عداوت و دشمنی به اسلام و قرآن و محمد و رسول الله چه چیزی برگرداند؟ آن قرآن بود. آن قرآن بود. وقت تلاوت شد فاروق اعظم اضطراب از حالتش خارج شد و تلاوت قرآن او را از عالمیت ظلمت و تاریکی به عالم نور و هدایت و از عداوت به محبت و از بیگانگی به آشنایی آورد. ای ربا ما را آشنا کن به قرآن، ما را آشنا کن به محمد رسول الله، ما را آشنا کن به ذات واحدت، به ذات بی مثالت. و من دو نمونه دیگر اگر
مجال باشه من عرض می کنم و آن این که وقتی شما شنیدید که صحابه اولین هجرتی که کردن به حبشه رفتن پیش نجاشی پادشاه حبشه رفتن، حبشی ها رفتن پیش سیاه پوستان رفتن، آنها میزبان صحابه و مهاجرین اولین امت اسلام شدند که بعضی صحابه ذوالهجرتین قرار گرفتن، مانند عثمان ذوالنورین که عثمان ذوالنورین همانطور که دو دختر رسول الله، دو نور که دختران رسول الله باشند به عقد او در آمدن، عثمان ذوالنورین هم دو شرف دیگر حاصل کرده که ذوالهجرتین هم شدند. اولین هجرت را به حبشه و دومی هجرت را به مدینه منوره کردند و آمدند. وقتی اونجا حبشی ها از صحابه استقبال کردن، آنها جا دادن، مکان دادن. مشرکین عرب که دشمن آنها بودن رفتن گفتن آقا شما میزبانی میکنید از کسانی که عیسی را قبول ندارند، گوش کنید. میزبانی میکنی از کسی که مریم را قبول ندارن، میزبانی میکنی از کسی که زکریا را قبول ندارن. علیه پیغمبر شوراندن، علیه پیغمبر تحریک کردن آنها را. و من اینجا یک جمله هم عرض بکنم، چون بعضی توجه بکنید، چون بعضی قبول کردن کسی، شخصیتی، مقام بزرگی، ولی صحابه به این معنا میفهمند که اگر کسی بپرستد میگن قبول دارد. این اشتباهه. پرستش فقط برای الله. ما همه را قبول داریم، همه را دوست داریم. بعضی اهل بدعت مثلا کسی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمه الله را صدا نکند، از او استعانت طلب نکند، اولیاء الله را از آنها امداد طلب نکند، میگه اینها اولیاء را قبول ندارند، اولیاء را، پیران را، بزرگان را قبول ندارند. نه عزیزان، ما همه اولیاء را قبول داریم، ما همه بزرگان دین را، ما همه را قبول داریم. اما در آن جایگاهی که الله تعالی گفته عیسی را ما قبول داریم، مریم را ما قبول داریم، آنطور که الله تعالی در سوره مائده از قول خود حضرت عیسی آورده. وقتی روز قیامت می شود سوال می شود انت قلت للناس اتخذونی و امی الهین من دون الله قال سبحانك ما يكون لي ان اقول ما ليس لي بحق ان كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسك انك انت علام الغيوب ما قلت لهم الا ما امرتني به ان اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم وانت على كل شيء شهيد ما قلت لهم الا ما امرتني به. ای ربا من نگفتم به مسیحیت، به بنی اسرائیلی ها، به نصرانی ها این که مگر آنچه که تو مرا امر کرده ای ان اعبدوا الله ربی و ربکم، این که شما تنها خدا را بپرستی که رب عیسی هست و رب شما هست، شما را پیدا کرده و عیسی را پیدا کرده، او را بپرستی. الله اکبر. اینها علیه صحابه و مسلمانان تبلیغات کردند و اذهان را متشوش کردند، مخدوش کردند.
پادشاه حبشه نجاشی صحابه را خواست، سبحان الله، صحابه را طلب کرد بیایید عرب ها بیایید. آمدن. حضرت جعفر طیار رضی الله تعالی عنہ امیر آنها و بزرگ آنها بود. پادشاه حبشه خواست بیایید. آمدن نزدیک، گفتن که ای مسلمانان، ما شنیده ایم که شما حضرت عیسی را قبول ندارید، مریم را قبول ندارید، زکریا علیه السلام را قبول ندارید. همچنین عقیده شما همچنین انسانهایی هستی؟ حضرت جعفر طیار المؤمن ینظر بنور الله، مؤمن به نور خدا نگاه میکنم، گفت اگر من از خود چیزی بگویم شاید نتوانم اینها را قانع بکنم، بذار من از قرآن بپرسم، بذار من قرآن را بخوانم. حضرت جعفر شروع کرد سوره مریم را. سبحان الله. کاف ها یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبده زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا رب هب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. سبحان الله. اسباب ظاهری نیست و امرأتی عاقرا ولم أكن بدعائك رب شقيا. اسباب ظاهری که من صاحب فرزند بشن وجود نداره. استخوانهای من ضعیف شدن، موهای سر من سفید شده، پیر و عاجز و ناتوانم، همسر من هم عقیم و نازائه، ولی من ربا این که تو را دارم و تو را صدا می کنم خود را محروم و شقی نمی دانم. رب العالمین این پیغمبر را ببینید با این عظمت و شانی که دارد، فرزند نداره و فرزند از الله طلب می کند. رب هب لی من لدنک ولیا. ربا تو به من فرزند بده، تویی که قادری که فرزند بدهی، فرزند در قبضه قدرت تو هست. ربا من بی اولادم، من وارث و ولی جانشینی ندارم که خدمت بیت المقدس را، امامت بیت المقدس را بکند، دین تو را تبلیغ بکنه. ربا زکریا از تو طلب می کند تو ببخش. این پیغمبر، این مسلک الانبیاء فی مسئله دعا. ببینی پیغمبران وقتی که در میمانند و نیازمندند و حاجتی دارند، دست بالا می کنند و از رب طلب می کنند. رب هم نقدن اجابت فرمود. یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمه یحیی.
لم نجعل له من قبل سميا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. الله می فرماید که ما بشارت دادیم یا زکریا انا نبشرک، ای زکریا ما تو را بشارت میدهیم به فرزند. سبحان الله. پیغمبر طلب میکنه، الله میفرماد من تو را خوش خبر میکنم، خوشحال میکنم. درباره زکریا آمد. درباره مریم وقتی که حضرت عیسی را بغل گرفته و پیش قوم می آید، سبحان الله، قرآن می فرماید اتت به قومها تحمله قالوا یا مریم انا لك هذا یا اخت هارون ما كان ابوك امرأ سوء وما كانت امك بغيا فاشارت اليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. الآية حضرت عیسی شروع کرد انی عبدالله آتانی الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا وأوصاني بالصلاة والزكاة وبرا بوالدتي. الآية ذلك عيسى ابن مريم والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى ابن مريم ذلك عيسى ابن مريم. این است معرفی عیسی بن مریم. این است بادشاه حبشه و حبشی ها. عیسی این است. سبحان الله. الله تعالی تأثیرش را در سوره مائده آورده. در سوره مائده آورده که وقتی این جعفر طیار وقتی این سوره را میخواند چه انقلابی آورد این سوره. من به طلاب گفتم این سوره مریم سوره انقلابیه. سوره طه سوره انقلابیه. بگویید به طلاب سوره طه انقلاب آورد. فاروق اعظم را از جاهلیت و از دشمنی به محبت آورد. پادشاه حبشه را توجه کنید. پادشاه حبشه را از عیسی پرستی و مریم پرستی و زکریا پرستی به خود پرست به الله پرستی آورد. الله پرست کرده. چه حالتی آمد؟ ربا درون آنها را بیان کن. خدایا ضمیر آنها را بیان کن. حالت باطنی آنها را بیان کن. چه عالمی برای آنها پیش آمد. سوره مائده می فرماد و اذا سمعوا ما انزل الى الرسول ترى اعینهم تفیض من الدم مما عرفوا من الحق قالوا ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدین. دو انقلاب باطنی و انقلاب ظاهری. قرآن می فرماید اذا سمعوا ما انزل الى الرسول وقتی شنیدن آنچه که نازل شده بود بر محمد صلی الله علیه و سلم چطور شد ظاهر آنها؟ ترى اعینهم تفیض من الدم. دیدی تو شما میدیدید مخاطبین ترى اعینهم تفیض من الدم. اشکان آنها را دیدی که سرازیر شده. اشک از چشمه هایشون جاری.
زبانشون قالوا ربنا آمنا. این حکایت از باطن آنها، باطن آنها متحول شد. آمنا، ما ایمان آوردیم بر این پیغمبر و بر این کتاب و به خدا پرستی. فاکتبنا مع الشاهدین، ما را از امت محمد ثبت کن، ما را به نام امت محمد خدا ثبت کن. از امروز ما دست از مسیحیت کشیدیم و امروز ما محمدی شدیم. ای عالم مسیحیت، ای عالم نصرانیت، ای عالم یهودیت، بیایید آنطور که پیشینی های شما، آنطور که عبدالله بن سلام رئیس و عالم و بزرگترین دانشمند یهود، اولم یکن لهم آیة ان یعلمه علماء بنی اسرائیل، قرآن میفرماد همین حجت کافی نیست بر حقانیت اسلام که بزرگترین عالم یهود عبدالله بن سلام غلامی محمد رسول الله را انتخاب کرده. شما هنوز نشسته اید عوام، بیچارها، بی سوادها، بی خبرها، از عالمتون اقتدا بکنید. و نصرانیت را میگوید کجا در خواب غفلت و نادانی نشسته ای؟ بیایید همه نجاشی را ببینید، بیای آنهایی که شاگردی جعفر طیار را و تلاوت قرآن را شنیدن، ظاهر آنها و باطن آنها منقلب شد. من الان وقتم تمام شد، کاغذ دیر به من داده شده، ولی یک درخواستی میکنم حسب معمول. حضرت شیخ الاسلام تشکیل دارد، نه؟ من امروز هم حسب نظر حضرت شیخ الاسلام تشکیل می کنم بر این که هیچ مرد و زنی، پیر و جوانی باقی نماند مگر قرآن خواندن را یاد بگیرد. یک. دو، من این درخواست را می کنم که هر یک از شما یک فرزند برای حفظ قرآن انتخاب بکنید. برای حفظ قرآن فرزندتون را، اگر فرزند ندارید نوه‌تون را از اقربای خودتون مکلفید که یک را اگر بیشتر فبها، ولی این یکی درخواست ضروری است. و این پیام را به اروپایی و آمریکایی ها میدهیم که این شعار اسلام هراسی و قرآن هراسی و محمد رسول الله را که شما میترسید، از این توبه بکنید، بیایید اسلام خواه باشید، بیایید قرآن پذیر باشید تا در زندگی دنیا و آخرتتون عزت حاصل بکنید. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.